از سنگرهای جنگ تا میز مذاکرات هسته‌ای، سعید جلیلی سیاستمداری با اراده آهنین که پای مصنوعیش هرگز او را از دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی باز نداشت. سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدید. سعید جلیلی زاده 15 شهریور 1344 در مشهد است. او یک سیاستمدار و دیپلمات ایرانی بوده و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی است. جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شرکت کرد، اما موفق به پیروزی نشد. جلیلی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام است و پایان نامه دکترای او با نام سیاست خارجی پیامبر اسلام شناخته شده است. او همچنین از اعضای هیئت علمی این دانشگاه می باشد. جلیلی پس از شروع جنگ ایران و عراق به جبهه اعزام شد و در عملیات‌های مختلف شرکت کرد که در یکی از آنها زخمی و پای راست خود را از دست داد. پس از جنگ او به فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی روی آورد و در سال 1386 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. وی همچنین مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت. سعید جلیلی به عنوان یکی از منتقدان سیاست‌های غرب و حامی توسعه انرژی هسته‌ای در ایران شناخته می‌شود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نیز نامزد شد، اما موفق به کسب آرای کافی نشد. سعید جلیلی با داشتن سابقه‌ای طولانی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی به عنوان یکی از چهره‌های مهم و تاثیرگذار در سیاست ایران شناخته می‌شود. سعید جلیلی یکی از چهره‌های اصولگرا در ایران است و زندگی شخصی او کمتر در رسانه‌ها مطرح شده است و او بیشتر به خاطر دیدگاه‌ها و فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود شناخته می‌شود.